خونه مادر بزرگ هزار تا قصه داره. خونه مادر بزرگ شادی و غصه داره. کنار خونه ما همیشه سبززاره. دشتاش پر از بوی گل، اینجا همش بهاره. کنار خونه ما همیشه سبززاره. دستاش پر از بوی گل، اینجا همش بهاره. خونه مادر بزرگ هزار تا قصه داره. بعد از 5 روز کار کردن تو پیس ریور، شمال غربی استان آلبرتا در کانادا، با این خطکش نقشه برداری کار رو تموم کردیم. 12 تا گمانه 12 متری زدیم، نمیدونم 3 تا 9 متری زدیم، یه دونه 18 متری زدیم، 2 تا 3 متری. الان هم داریم برمیگردیم. اصلا پیزو و آتاشخالو افتضاح. آی خلاصه که الان هم داره بارون میاد، بارون بهاری. خلاصه اینجوری فعلا.